الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الأطيبين الأطهرين سيما ناموس الدهر بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح من سباق بجواب مقدمه الفداء در شب میلاد نفور السرور رسول گرامی اسلام و فرزند بزرگوارش حضرت امام جعفر صادق شیخ الائمه قرار داریم مناسبت رو ابتداءً به مولا و صاحبمون حضرت ولی عصر تبریک و تهنیت درزیم. همچنین به شما دلدادگان و شیعیان آن بزرگواران انشاءالله که به زود در مدینه هر دو بزرگوار رو زیارت کنید، هر چقدر به حضراتشون ارادت دارید صلوات جلی خرج کنید. محمد و آل محمد و فرج من یکی از دعوهام و روشان برای انتخاب موضوع برای سخنرانی اینه که توسل میکنم به ظل عنایات مولا امیرالمومنین علیه السلام و از آیات شریفه قرآن کریم بهره میگیرم. امشب توسل کردم به مولا که در چه موضوعی خدمت شما عزیزان نکاتی رو عرض کنم و این آیه شریفه برای موضوع بحثم اومد که بحث بسیار دقیقی بسیار دقیقی از مولا خواستم که این بحث موضوعی باشه که مفید هم برای خودم باشه هم برای شما مؤمنین و مؤمنات. خدای عزوجل در سوره مبارکه یونس آیه 89 می‌فرماید که قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. این آیه خطاب به حضرت موسی و حضرت هارون. خدای عزوجل به این دو بزرگوار می‌فرماید که دعوت شما رو یعنی دعای شما رو اجابت کردن. فاستقیما پس استقامت بورزید و از راه کسانی که نمیدانند یعنی جاهل هستند تبعیت نکنید. حضرت موسی و حضرت هارون علی نبینا علیه السلام بعد از تلاش‌های فراوان تبلیغی برای هدایت بنی اسرائیل و قبطی‌ها که حامی دستگاه حاکمه یعنی فرعونیا بودن و علیه طاغوت و زمان فرعون و حامیانش و خیلی کارهایی کردن به نتیجه و جمعندی نرسیدن، حضرت موسی دعا کردن علیه اینا نفرین کردن و هارون هم آمینشو گفت. در روایت داری که بین دعای حضرت موسی و هارون و اجابت اونها اجابت دعاشون 40 سال طول کشید. حساب کنید این دو بزرگوار ناامید از هدایت مردم شدن، بعد نفرین کردن. در آیه قبل همین سوره مبارکه نفرینشون اینه ربنا اطمس علی اموالهم، خدای اموالشون رو بی‌برکت کن، واشدد علی قلوبهم، قلباشون رو سفت کن، محکم کن، فلا یؤمنوا حتی ایمان نیارن حتی یروا العذاب الالیم، تا عذاب جهنم رو عذاب دردناک جهنم رو ببینن. این نفرین حضرت موسی بود که زمانی که ناامید شد از این آیت، اینا دیگه هرچی حجت، هرچی برهان، هرچی دلیل آورد اینا نپذیرفت. نزدیک 12 معجزه حضرت موسی علیه السلام اجرا کرد، چه معجزه‌های سنگینی اصلا الان نظیر نداریم. مثلا آخرین معجزه بود که کوه طور اون عظمتیش رفت آسمان، از جا کنده شد رفت آسمان اومد رو سر اینا، گفت یا ایمان بیارید، خداوند عزوجل یا ایمان بیارید یا میندازم رو سرتون. اینا گفتن یا نبی یا موسی ما ایمان بیارید. ایمان بیارید بگو خدا رو که ما رو عذاب نکنه.
کوه اومد سر جای خودش. اینا یه مدت ایمان آوردن، باز دوباره خرابکاری کردن. تا این اندازه بنی اسرائیل در لجبازی با خداوند عزوجل مشهور علم هست. یهود اینجوریه، طبعش با خدا میانی خوبی نداره، ولی ادعا میکنه نحن ابناء الله موجه خدایی. بین این دعا و اجابت 40 سال طول کشید. بعد خطاب رسید که این سوالا که دعاتون میخوام مستجاب کنن باید استقامت هم ببرزید تو این مسیری که در مسیر رویارویی و مبارزه‌ای که با فرعون پیش گرفتی باید استقامت ببرزید، در سختی‌های این مسیر استقامت ببرزید و در کنار این استقامت یک کار دیگه هم باید بکنید. و اون چیه؟ اینی که حواست به آدمای جاهل نباشه. زمزمه های اینها، فتنه های اینها باعث نشه یه موقع تو مسیرت سوس بشه. اینجوری بگم مراقب باش مردم زده نشی. کدوم مردم؟ مردم جاهل. باید مسیر رو پیش ببری. این خلاصه این آیه شریف هست، اما نکته داره که میخوام تطبیق بدم زندگی رسول گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام و فرمایشات ایشون در این زمینه بیارن و تفریط هم به مسائل روز چقدر مهمه، چیزی که الان ما بهش بیشتر نیاز داریم. یعنی حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام مأمور بودن علاوه بر این که باید ارتباط خودشون رو با خداوند عزوجل حفظ کنن، با دعا، با مناجات، باید استقامت هم بورزن، صبر و شکیبایی داشته باشن و مراقب آدمای سست ایمان هم باشن. یعنی در هر مبارزه الهی 3 عنصر تعیین کننده است برای پیروزی. بعد اینا رو خودم نمیگه، من روایت هم برات میخونم. اون 3 عنصر چیه؟ تو مسیر مبارزه با استکبار، با ظلم، با طاغوت 3 تا عنصر اساسی لازم، بدون این نمیشه، مثلا نمیشه موفق شد. عنصر اول معنویت، خیلی مهمه، حرف اول مثلا امام خمینی رحمت الله علیه رو چی باعث شد که محکم به این انقلاب به سرانجام برسونه؟ معنویتش بود. تو هواپیما از فرانسه داشت میومد ایران، بهش گفتن آقا نمیترسی این هواپیما رو بزنن کلا فاتحه از صلوات بشه، انقلابت هم رو هوا بشه؟ گفت نه، خدا با من، ان معیه ربی سیهدی، خدا با من. یعنی معنویت داشت. گریه های امام خمینی رحمت خیلی عجیب بود. همسر بزرگوارشون، عروس بزرگوارشون، بچه هاشون، نوه‌های امام که حالات معنوی امام رو یا شاگردانشون دیدن، گفتن این پیرمرد بلند میشد شبا انقدر گریه میکرد از شدت گریه، از خوف الهی تمام محاسنش نیست، لباسش خفه شد. خیلی آدم عجیب. همه حرفش هم بزرگترامون که امام رو سخنرانیشون گوش دادن همش از خدا بود. میگه فقط خدا میگه. و عنصر دوم استقامت، محکم سر پات وایسی، مراقب وزوزهای منافقین، آدمایی که ایمان ضعیفی دارن مراقب باش، استقامت درست. پس عنصر معنویت، استقامت و عدم مردم زدگی. کدوم مردم؟ مردم جاهل. نه اینکه خدا نکرده حرف مردم آدم گوش نداد، نه، ما قائل به مردم سالاری هستیم ولی مردم سالاری دینی. اما بعضی اینجوری نیستن. بعضی همین آقایی که 8 سال این کشور رو تو رکود کشوند با اون برجامش که هنوز گندش داره میاد، همین آقا چند روز پیش دهنشو باز کرد بود، میگفت هرچی مردم بگه. آقا مردم اومدیم گفتن آقا ما علیه خدا میخوایم تبلیغات کنیم، علیه خدا میخوایم بجنگیم، باید قبول کنیم بگیم. پیغمبر، خداوند به پیغمبرش دستور میده ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون،
هوای نفس کسایی که نمیدونن رو تبعیت نکن، حق نداری. تو باید حرف خدا رو گوش کنی، یعنی توحید. چون زندگی امام صادق حضرت رسول گرامی اسلام رو از ابتدا تا آخرش و مسیر مبارزاتشون میبینی، ملاحظه میکنی که هر دو بزرگوار در رویارویی با جریان استکبار و طاغوت، جریان رو افراد کار ندارم، جریان از سه عنصر معنویت و استقامت و پیروی از علم و عدم تبعیت از جهل و جاهل استفاده میکردم. شما من کتاب ها رو چون کار پژوهش دیدم، شما کتاب های ادعیه رو که یه جا همه دعاها رو جمع بری کرده باشه ملاحظه کنید، بیشترین دعای نقل شده در منابع شیعی و سنی مال پیغمبره، بعد امیرالمومنین، بعد امام صادق علیه السلام. بیشترین دعا در هر موضوعی هم از این بزرگواران دعا انشاء شده. یعنی چی؟ یعنی تمام زندگی اینا با معنویت. پیغمبر وقتی وارد میشدن به عرصه مبارزه و جنگ و نبرد، قبل از اینکه نبرد شروع بشه دستاشون بردن دعا میکردن. دعاشون که میکردن هم برای مسلمین، برای مجاهدین، هم برای دشمنان، بعد فرمان امر صادر میکردن. در خلال مبارزه معنویت حرف اول رو میزنن. از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدن علی جان، یا علی شما چی باعث میشد که در میدان نبردها حیدر کراری وقتی تو دل دشمن میری دیگه بر نمیگردی، با پیروزی هم بر میگردی، با پیروزی بر میگردی. ایشون گفتن که جبرئیل فرود آمد و ذکری به من میگفت. اون ذکر رو در نبردها میگفتن. یعنی چی؟ یعنی تو هر چقدر زور و بازوتن قوی باشه باید ارتباط با خدا رو حفظ کنی. شما هر چقدر موشکتن درجه 1 باشه، خیبر باشه، خوشه‌ای باشه، دوربرد باشه، در دنیا نظیرم نداشته باشه، پشتش معنویت الله اکبره توسل نباشه اثر نمیزنه. چرا؟ دلیلش اینه و ما رمیت اذ رمیت، و ما رمیت اذ رمیت. تو جنگ، تو جبهه دفاع مقدس، تو دفاع مقدس های بچه ها چی داشتن؟ سلاح نداشتن، سلاح درپیچی، اسلحه درست درمونی داشتن. ولی اونی که کار رو میبرد جلو چی بود؟ دعای کومنها، توسل‌ها، زیارات عاشوراها، اینا بود دیگه، اینا کار رو برد جلو. بعضی شهدا دعواشون که میخوندن فرمانده بود، یه کار که گره میخورد رفیقش میگفت یه روزه برای ما بخون. روزه حضرت زهرا میخوندن، یه 11 میگفتن کار میرفت چی کنه. اما اون زمانی که به زور و بازوی خودشون اعتماد میکردن شکست میکنن. یعنی این معنویت حرف اول ارتباط با خداوند عزوجل، حرف اول. پیغمبری که امام صادق علیه السلام، ببین دوره امام صادق علیه السلام رو باید 2 بخش کرد. یک زمانی که بنی امیه در حال سقوط و انتقال قدرت به بنی مروانی ها و بعد خلفای عباسی هم، امام از این بره استفاده میکنه، میاد تبلیغ میکنه. حتی میگه که امام صادق علیه السلام تو این بازه زمانی در مکه میومد، تبلیغ علنی امامت میکرد. 3 بار داد میزد، بلند میشد داد میزد آی مردم، پیغمبر امام بود، بعد از او امام علی است، بعد از علی حسن بوده، بعد از حسن حسین بوده، بعد علی بن حسین بوده، بعد محمد بن علی بوده، بعد امام منم. داد میزد امام صادق علیه السلام تو مکه ها، تو جمعیت فراوان حاجیان تو این بازی زمانی. اما بعد از آنی که منصور دوانیقی کار رو دستش گرفت، امور بر امام تنگ شد.
به قدری دشمنی‌های این مرحوم با مصادق علیه السلام زیاد شد که امام بعضی موقع برای دفع شرش از ادعیه و احراز استفاده، از دعاهایی که حرزه از اون استفاده میکردن. الان بسیار از حرزهایی که برای روی با دشمنه از امام صادق علیه السلام، چون من دعا شناسم دارم میگم بهتون، بسیاری از حرزهایی که برای رویارویی با دشمنانه از امام صادق علیه السلام نقل شده. این یعنی چی؟ یعنی من امام صادق علیه السلام در مبارزم باید معنویت رو حفظ کنم، حرف اول رو میزنم. استقامت یعنی چی؟ استقامت یعنی که پیغمبر از دعوت حقش یک لحظه کوتاه نمیاد. نه یک کلمه حاصلات دربیاری اقل باید خانم ها آقایون معترضن صدا بالا زیاد، لطفاً صحبت نکنید. از امام صادق علیه السلام نقل شده وقتی کسی صحبت میکنه و شما وسط صحبتش حرف میزنید مثل کسی که سیلی در گوش گوینده میزنید. شما که حرف میزنید اینجا یه سیلی در گوش بنده میزنید. خدا خیرتون بده، گوش بدید، یه صلوات بفرستید. استقامت یعنی که آقا از اون مبانی کوتاه نمیاد. پیغمبر یک لحظه کوتاه نمیاد. بعضی از اصحاب پیغمبر گفتن حالا یا رسول الله بیاید با این یهودی‌ها یه نشستی داشته باشیم، یه جلسه‌ای داشته باشیم، حالا بعداً حمله میکنیم. بعد پیغمبر فرمودن اینا باید بیان دعوت رو بپذیرن. نپذیرفتن یا باید جزیه بدن، جزیه ندادن کشته میشه. آیات سوره مبارکه براءت، سوره توبه بر همین دیگه کوتاه نیامد به هیچ عنوان. امام صادق علیه السلام همینجوری از مسیر کوتاه نمیاد، طبق مبنا رفت. خدا حفظ کنه رهبری معظم انقلابمون رو. ما میبینیم بعد از امام رحمت الله علیه از بین اصحاب امام، اونایی که شاگرد امام بودن، همراه امام بودن، اونایی که بالاخره انقلابی بودن، اونی که از همه تو این مسیر و مبانی امام راه مستقیم محکم ایستاده دفاع میکنه، هر ساله مبانی امام رو تبیین میکنه، وجود مقدس رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله. بله اگه استقامت نداشته بی از مبانی کوتاهی سوء استفاده دشمنان اتفاق میفته. بعد میبینیم که پیامبر و امام صادق علیه السلام هم وزوزهای منافقین رو گوش میدن. خداوند به پیغمبر صراحتاً میگه، چنانکه گفتم خدمتشون، اصلا در آیات دیگه قرآن کریم، مثلا در آیه 15 سوره مبارکه شورا ببینید چی می‌فرماید؟ فرمایید که فلذالک فادعوا فاستقم کما امرت. ای پیغمبر باید همونجوری که دستور گرفتی کار رو ببری جلو، بر اساس اون مبانی باید استقامت ورزی. یا تو سوره مبارکه هود که پیغمبر میگه وقتی سوره هود نازل شد من پیر شدم. چرا؟ چون دستورهای شدید و غلیظی خداوند به پیغمبر میده، مخصوصا دستور استقامت. این استقامت آدم رو پیر میکنه، آدم رو پیر میکنه. چرا؟ چون باید با خیلی یا کلنجار بگیم، با خیلی یا باید مبارزه کنیم. حالا اگر استقامت نبود چی میشد؟ خدا حفظ کنه حضرت آقا را. اگر حضرت آقا استقامت نمی‌ورزیدن، مثل مرحوم مخلوق در استخر فرح، اگر حرف اون رو گوش میدادیم، حرفش چی بود؟ این که آقا الان زمانه موشک‌باری است، زمانه چیه؟ گفتگو. الان ایران با خاک یکسان شده بود. ولی حضرت آقا همون موقع فرمودن نه، باید دفاع تسلیحاتمون باید تقویت بشه همون موقع. چرا؟ چون مبنای قرآنه و عدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله. همیشه باید دشمن از مومن بترسه.
استقامت یعنی که در هر حال بگی ربی الله. پیغمبر این گفتگوی امیرالمومنین است با پیغمبر رو براتون بگم. امیرالمومنین می‌فرماید که یه روزی به رسول گرامی اسلام عرض کردم یا رسول الله اوصنی، به من یه وصیتی یه چیزی یاد بده. پیغمبر فرمودن قل ربی الله ثم استقم. علی جان همواره بگو پروردگار من رب من خداست. اینی که گفتی استقامتم ببرز. یعنی چی؟ یعنی سر حرفت وایس. یعنی چی؟ یعنی یک رنگ باشه. یعنی هر چی خدا گفت تو زندگی توی پیاده کن، نه هر چی دلم خواست یا هر چی اینو اون گفتن. اینایی که بعضا از شریعت و عبودیت دور میشه، شما بریم باشون صحبت کنی، یه ذره نصیحتشون کنی، بهشون میگی فلان این اشتباه چرا انجام میدی؟ چی میگه؟ میگه دلم میخواد، به تو ربطی نداره. این دلم میخواد برخلاف قول الله ربی، برخلاف الله ربی یعنی این که اگر تو در دوگانه خواست خدا و خواست نفست قرار گرفتی، پا رو نفست بذاری بگیر هرچی خدا بود، هرچی خدا بود. این یعنی استقامت، این نمود استقامت. بعد میگه عرض کردم یا رسول الله، عرض کردم ربی الله و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه. یعنی چی؟ امیرالمومنین در جواب پیغمبر فرمود که ربی الله پروردگار من خداست، ولی توفیقی در این زمینه ندارم به بدن مگر مدد پروردگار، و او توکل میکنم و به سوی او انابه دارم. انابه یعنی رجوع دائمی در هر چیزی به خدا. این بهش میگن انابه. فرمایش مولا میدونیم چی؟ یعنی استقامت ورزیدن بدون توفیق الهی امکان نداره. چطور توفیق رو به دست بیارم؟ باید توکل کنم و دائما ازش بخوام. به همین خاطر امام صادق علیه السلام به من شما دستور داده در آخر الزمان این آیه رو که دعاست زیاد بخونید. دعای ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. زیغ یعنی چی؟ زیغ یعنی انحراف از حق. انحراف از حق یعنی چی؟ یعنی تو پات لغزیده، استقامت نداشتی. میگه وقتی من این جمله رو گفتم پیغمبر به من این فرمایش کرده، گفتن که علی جان لیحنوک العلم اول اصلا این چیزی که من فهمیدیم یعنی علم، گوارای وجودتی. گوارای وجود یعنی چی؟ یعنی کسی که توحید باور باشه، استقامت باور باشه، برو خدا رو هزار بار شکر کنه. چرا؟ معلومه خدا بهش علم و معرفت داره، بصیرت بهش داره. اما آدمایی که یک رنگی ندارن و با سرد و گرم روزگار رنگ عوض میکنن، که تعبیر روایی در این زمینه متلون، آدمای متلون، آدمایی که حالی بهولی هستند، آدمایی که این رنگ عوض میکنن، بوغل و صفت هم. میگه اینا کسایی که استقامت ندارن. امیرالمومنین سلام فرمود اعلموا بدانید ان الله تبارک تعالی یبغض من عباده المتلون. خدا از بین بنده ها اونایی که آدمای متلون هستن و دوست نداره، باشون دشمن. فلا تزولوا عن الحق، از حق دوری نکنید و از ولایت اهل حق دوری نکنید. هر کی این کارو کرد یعنی چی؟ از ولایت یعنی فرمود که هر کی از ولایت ما سر باز بزنه حتما هلاکت. حتما هلاکت. پس یکی از معانی استقامت یعنی که آقا در مسیر ولایت استقامت هست. یعنی حرف اول آخرت این باشه که تمام لذت عمرم در این است
که مولایم امیرالمؤمنین است. من غیر علی کسی دیگه رو خلیفه پیغمبر نمیدانم، جانشین پیغمبر نمیدانم، وصی پیغمبر فقط علی است، غیر از اون کسی دیگه رو. امام صادق علیه السلام همینجوری. شما آموزهای امام صادق علیه السلام رو ببینید، بیشترین آموزهای حضرت درباره ولایت. اما حرف آخرم بگم، اگر کسی استقامت ورزه چی میشه؟ قرآن جوابش رو داده، لاسقیناهم ماء غدقا، آب گوارا بهش میده خدا. آب گوارا یعنی چی؟ یعنی معرفت ناب. خدا بهش معرفت ناب میده. یا این آیه ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بله یادتونه که این آیه خیلی شنیدید، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر اونها نازل میشه. میدونی یعنی چی؟ یعنی امدادهای غیبی میاد کمک میکنه. امدادهای غیبی مال آدمای اهل استقامت. الله تخافوا ولا تحزنوا، خوف نداشته باشید، حزن نداشته باشید، و ابشروا بالجنه، بشارت میدیم شما رو به بهشت. بعد آخرین جمله پیغمبر فرمود ان تستقیموا تفلحوا، اگر استقامت بورزید رستگار میشید. راهش چیه؟ راهش اینه که دینت رو درست کنید. حرف آخر نیت درست. خب به من گزارش دارن که متاسفانه ذاکر اهل بیت توی ترافیک گیر کرده، راجقا نمیرسه. چیکار کنیم آقا؟ دعا بکنیم. چند تا دعا بکنم دیگه.